طبیب تاجیک علیجان باباخانوف اینک 8 سال باز زادروزش را در روسیه جشن میگیرد. علیجان باباخانوف از جمله اون صدها طبیب تاجیک است که با امر تقدیر با اهل عائله خود با استفاده از برنامه پریسیلین به روسیه کوچیدند. علیجان اوتم 12 فوریه سال 1984 در دهه نوزرآباد در کنار شهر وحدت به دنیا آمده است. مادرش چون اکثر مادران تاجیک خونشین و پدرش راننده بود، اما علیجان دامن تحصیل را سر نداد و سال 2010 دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرده 4 سال در بیمارستان بیماری‌های سیل به حیث طبیب سیلشناس کار کرد. سال 2014 توسط برنامه پریسیلین علیجان با اهل عائله‌اش به روسیه آمد و سال 2017 اردیناتور دانشگاه دولتی طبی پدیاتری شهر سنت پترزبورگ را با اختصاص دکتر شکسته‌بند ختم کرد. این دانشگاه از انگشت شمار مکتب‌های عالی است که صرف پدیاتر تربیت می‌کند. بعد گرفتن اختصاص نو علیجان حاتم در بیمارخانه مرکزی شهر پسکوف به حیث دکتر تروماتولوژ ارتوپد به کار درآمد و سال 2020 در بیمارخانه ولایتی پسکوف به مقام مدیر شعبه رسید. علیجان حاتم را در شهر پسکوف ساکنان همچون یک طبیب حاذق و مهربان احترام میکنند و کودکانی که او طبابت کرده است دوست می‌دارند. او میگوید کمک به مهاجران یک بخش دیگر عمده فعالیت‌هایش به حیث طبیب در روسیه شده است. در یک امر خیر برای هر مسلمان لازم ختنه فرزندان هموطنان خدمت میرساند. نه فقط تاجیک‌ها بلکه ازبک‌ها، داغستانی‌ها، آذری‌ها و دیگر خلق‌های مسلمان حتی از ولیک نووگورود و سنت پترزبورگ به سراغ می‌آیند، هم برای ختنه فرزندانشان و هم برای طبابت بیماری‌های دیگر عزیزان خود. نقل می‌کند علیجان 3 فرزند دارد، 2 دختر و 1 پسر. فرزند خردی او سال 2016 الکی در روسیه دیده به جهان گشود. حالا دختر کرونیش در صنف 5م، پسرش در صنف 2م تحصیل می‌کنند و دختر خردیش باغچه می‌رود. تحصیل آنها در مکتب و باغچه به زبان روسی است، ولی علیجان میگوید در خانه‌اش او و همسرش یک محیط کاملا تاجیکی درست کردند تا فرزندانشان از زبان و فرهنگ خود و از تاجیک بودن خود فراموش نکنند. در سالهای آخر هزاران نفر از طبیبان، مهندسان، معلمان و نمایندگان دیگر کسب و پیشه‌های بازارگیر از تاجیکستان توسط برنامه پریسیلین برای کار و زندگی دائم به روسیه کوچیدند. این برنامه به متخصصانی که میخواهند با اهل عائله خود برای دائم به روسیه بکوچند امتیازهای فراوانی را پیشنهاد میکند. جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش امتیازهای پیشنهادی کشورهای دیگر و همچنین قصد بالا بردن سطح تخصصشان را از عامل‌های دانست که طبیبان تاجیک را به ترک وطن تشویق میکند. عبداللهزاده این مسئله را داغ نامید، ولی گفت که آن خاص تنها تاجیکستان نیست. به روسیه کوچیدن صدها طبیب تاجیک در حال است که بنا به اطلاع وزیر تندرستی در خود تاجیکستان فعلا 674 پزشک نمیرسد، از جمله در ناحیه‌های توبه مرکز 127 نفر، ولایت ختلان 120 نفر و در ولایت سوخت 183 نفر. اما جامعه شناسان تاجیک از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزها و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب‌های دیگر گلچین میکند و این باعث میشود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه‌ای که تازه از دانشگاه بیرون شدند و سواد و تخصص چندانی ندارند پر کنند.